سلام. کشتی درب و داغون عظما تو گرداب تحولات منطقی و بین المللی هی کج و راست میشه و با هر خبر هی این ور میره و اون ور میره. مثلا یکی از خبرهای تازه اینه وزیر امور خارجه آمریکا به دولت سعودی اطمینان خاطر داد که واشنگتن از عربستان در بمباران یمن حمایت می‌کند. وزیران خارجه آمریکا و عربستان اظهارات ضد ایرانی خودشون رو هم دوباره تکرار کردند. هیچی دیگه، مصیبت‌های منطقه‌ای کم بود، حالا داره بین المللی هم میشه. ته خطش هم که معلومه چیه دیگه. از همین حالا خود تیبیریش داره سیگنالاشو میده جان کری در نشست خبری مشترک با همتای عربستانیش در ریاض گفته آمریکا به دفاع نظامی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس پایبنده. جان کری اضافه کرده آمریکا همچنان از فعالیت ایران در منطقه و مسلح کردن گروه‌های تروریستی نگرانه. وزیر امور خارجه عربستان هم با تکرار ادعاهای بی اساس همیشگیش گفته ایران همچنان مهمترین حامی تروریسم در جهانه. این همون آخر عاقبتیه که هم عظما و هم شیخ پری ازش فرار میکنن. اینا هی زور زدن که فلش بورانا رو بچرخونن و به یه سمت دیگه حوالش بدن، اما دارن میبینن که موج داره به سمت خودشون میچرخه. واسه همینم هست که شروع میکنن به داد و قال ما از ائتلاف فشرده قدرت‌های پیشرفته جهان در دریا هیچ واهمه‌ای نداریم. تو گفتی و بسیجی‌های بزدلتم باور کردن. قضیه همون سوت زدن تو تاریکیه. طرف برای اینکه ترس خودش و ولی فقیهش رو پنهون کنه میگه ما هیچ ترسی نداریم. آقا اسمش تعادل قواست، اسمش سنبه پرزوره. وقتی به این آخوندا بگی چخه تو 30 ثانیه جا میزنن. وزیر خارجه عربستان: پیام اعراب به ایران مشخص است، دیگر بس است. تهران به رفتار خود ادامه دهد به همراه دیگر کشورها علیهش اقدام می‌کنیم. ترس آخونده از اینه که موج منطقه‌ای به طوفان بین المللی تبدیل بشه و هست و نیست عظما رو برباد بده. از این میترسن که جام ذرهای زنجیره‌ای همینجوری حلقه به حلقه زیاد بشن و بزنن هست و نیست نظام رو برباد بدن. خلاصه این که باید ابر و باد و مه و خورشید و فلک رو به هم بتابونیم تا دمار از روزگار آخوندا در بیاریم. بله این یکی کار خودمونه، بزن بریم.